ببخشید یه زنگ میزنی داشتم بیار دنبالم؟ بله فقط شماره ازداشت دادی؟ آره حفظم 0938 اسم شما چی بود؟ نیکان. جانم. الو سلام سلام بفرمایید. شما داداش آقا نیکان هستی؟ بله. گفتن که با تو تماس بگیرم بگم که بیاین دنبالش. من نمیام دنبالش. ما پول نداریم ازش نگهداری کنیم. ببریدش بذاریش بزیستی. آقا یعنی چی؟ کاش انقدر به فکر پولت بودی یه ذره به فکر دل برادرت بودی. میاد الان دنبالم؟ آره میاد الان برسا بابا بریم چیکار میکنی اینجا بابا؟ این آقا رو اومدن گذاشتنش داداشش آورده گذاشته اینجا میگه من پول ندارم ازش نگهداری کنم بفرستیمش بهزیستی. چیکارش میکنی؟ خب میخوای میای خونه ما یه چند روز بمونی بعد حالا شاید داداش آره چه اشکال داره بیا خونه ما یه چند روز بمون. آخه داداشم میاد دنبالم اون بدون من نمیتونه بخوابه.